سلام و عرض ادب. چطورین؟ خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. تو این ویدیو قراره درباره اثر سبوس روی قند خون صحبت کنیم. حالا سبوس از چه چیزی تشکیل شده؟ سبوس از لایه‌های بیرونی غلات مثل گندم و جو و برنج تشکیل شده که سرشار از فیبر و مواد مغذی هستش. حالا فیبر موجود در سبوس باعث میشه که قند خون شما رو از در واقع کاهش و در واقع آهسته تر قند خون شما رو بالا ببره و پیک ناگهانی قند خون شما رو پیدا کنه و همین موضوع باعث میشه که کمک کنه توی کنترل قند خونتون و مخصوصا برای افراد دیابت. نشون داده که مصرف منظم سبوس و غلات کامل میتونه که به آزمایش HbA1c و قند خون ناشتا رو بهبود بده. HbA1c در واقع میشه گفت معدل 3 ماهه قند خونه حالا افراد دیابتی هست. برای شروع میتونید روزانه یه قاشق سبوس رو به صبحونه‌تون اضافه کنید یا مثلا بر نان و برنج هم استفاده کنید و جایگزین در واقع برنج سفید و حالا نون و اینا باشه که حتما با آب بخورین که اثرش بیشتر بشه. البته یادتون باشه قبل از تغییر جدی هر رژیمی در غذایتون حتما با تحت نظر پزشک و متخصص غدد در تماس باشید و زیر نظر آنها باشید، چون که اونا بهتر از من و شما میدونن و زیر نظرشون باشید. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. لایک و فراموش نشه تا ویدیو بعد. فعلا خداحافظ.